معادله ثروت فصل اول. ثروت واقعا چیست؟ سالها فکر میکردم ثروت یعنی پول زیاد، اما هرچه سنم بیشتر شد فهمیدم پول فقط بخشی از ثروت است. یک سوال: فرض کن دو نفر را میبینی. نفر اول خانه 5 میلیون دلاری دارد، ماشین لوکس سوار میشود، ساعت گران قیمت دستش است، اما روزانه 15 ساعت کار میکند، همیشه استرس دارد، خانواده‌اش را به ندرت میبیند. اگر یک ماه کار نکند زندگیش به مشکل میخورد. نفر دوم خانهش معمولی تر است، ماشینش ساده تر است، اما هر روز کنار خانواده صبحونه میخورد، سفر میرود، استرس مالی کمتری دارد. اگر 6 ماه هم کار نکند زندگیش ادامه پیدا میکند. به نظر شما کدام یک واقعا ثروتمندتر است؟ نویسنده میگوید بیشتر مردم نفر اول را انتخاب میکنند، اما از نگاه او نفر دوم ثروتمندتر است. تفاوت درآمد و ثروت. خیلی ها این دو را یکی می دانند، اما تفاوت بزرگی دارند. درآمد یعنی پولی که هر ماه به دست می آوری، اما ثروت یعنی دارایی و امنیتی که حتی وقتی کار نمی کنی از تو حمایت می کند. به زبان ساده، درآمد یعنی جریان آب، ثروت یعنی مخزن آبی که ساخته ای. اگر جریان آب قطع شود، کسی که فقط درآمد دارد سریع دچار مشکل می شود، اما کسی که مخزن ساخته هنوز آب دارد. بزرگترین اشتباه مردم. بیشتر مردم عمرشان را صرف این میکنند که ثروتمند به نظر برسند، نه اینکه ثروتمند شوند. نویسنده مثال جالبی میزند. فرض کن دو همکار داری. یکی هر سال ماشینش را عوض میکند، آخرین مدل گوشی را میخرد، لباسهای برند میپوشد، اما تقریبا هیچ پسندازی ندارد. دیگری شاید زندگی ساده تری داشته باشد، اما هر ماه بخشی از درآمدش را سرمایه گذاری می کند. بعد از 10 یا 15 سال تفاوت واقعی مشخص می شود. یکی فقط ظاهر ثروت را خریده، دیگری خود ثروت را ساخته است. جمله‌ای که شاید مسیر زندگی را عوض کند. بزرگترین نشانه ثروت چیزهایی نیست که مردم می‌بینند، بلکه چیزهایی است که مجبور نیستی برای حفظ آنها نگران باشی. یعنی آزادی. آزادی برای انتخاب، آزادی برای نگفتن، آزادی برای اینکه اگر شغلت را دوست نداری مجبور نباشی فقط به خاطر پول در آن بمانی. از نگاه نویسنده ثروت واقعی یعنی داشتن حق انتخاب. یک داستان واقعی. نویسنده از دوران جوانی خودش میگوید او هم مثل خیلی ها فکر میکرد اگر درآمدش چند برابر شود دیگر همه مشکلاتش حل خواهد شد. اما وقتی درآمدش بیشتر شد خرجهایش هم بیشتر شد. خانه بزرگتر، ماشین بهتر، هزینه‌های بیشتر، و متوجه شد که اگر سبک زندگی همزمان با درآمد بزرگتر شود احساس امنیت مالی الزاما بیشتر نمی شود. او این را تله سبک زندگی می نامد. ثروت یعنی خواب راحت. نویسنده میگوید اگر شب با نگرانی از قسط، بدهی یا از دست دادن شغلت میخوابی، حتی اگر درآمد بالایی داشته باشی هنوز به آرامش مالی نرسیده ای. از نگاه او ثروت فقط عدد حساب بانکی نیست، ثروت یعنی اینکه بتوانی با خیال آسوده بخوابی. اولین اصل کتاب. هدف زندگی پولدار شدن نیست، هدف ساختن آزادی است. پول فقط وسیله‌ای برای رسیدن به آن آزادی است. اگر پول را هدف نهایی بدانی ممکن است هیچ وقت احساس رضایت نکنی، اما اگر آن را ابزاری برای ساختن یک زندگی بهتر ببینی نگاهت به کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کاملا تغییر می‌کند. جمع‌بندی فصل اول. این فصل فقط یک پیام دارد، اما پیامی که میتواند نگاه آدم را عوض کند. درآمد با ثروت فرق دارد. ظاهر ثروتمند بودن با ثروتمند بودن فرق دارد. خرج کردن برای نمایش دشمن ثروت است. ثروت واقعی یعنی داشتن زمان، آرامش و حق انتخاب. فصل دوم. بزرگترین دروغی که به ما گفتند. اگر کسی به تو گفت فقط دنبال علاقت برو، احتمالاً دارد یکی از خطرناکترین توصیه‌های زندگی را به تو می‌کند. وقتی این جمله را می‌خوانی ناخودآگاه می‌گویی مگر می‌شود. سالهاست همه می‌گویند شغلی را انتخاب کن که عاشقش باشی. دنبال علاقت برو. اگر عاشق کارت باشی هیچ وقت احساس کار کردن نمی‌کنی. اما نویسنده میگوید واقعیت زندگی همیشه اینقدر رمانتیک نیست. یک داستان. فرض کن دو دوست داری. نفر اول عاشق موسیقی است اما استعداد خاصی در آن ندارد. سالها تلاش می‌کند، پول کمی در می‌آورد، کم کم از فشار مالی خسته می‌شود و همان علاقه‌ای که زمانی عاشقش بود برایش تبدیل به استرس می‌شود. نفر دوم به تحلیل داده و کارهای فنی علاقه زیادی نداشت، اما استعداد فوق‌العاده‌ای در آن داشت. چند سال تلاش کرد، درآمدش بالا رفت، امنیت مالی پیدا کرد
و بعد از مدتی توانست موسیقی را هم به عنوان سرگرمی با آرامش دنبال کند. نویسنده میگوید علاقه همیشه اول نمی آید. گاهی مهارت علاقه را می سازد. وقتی در کاری خوب می شوی، وقتی دیگران بابت آن به تو احترام می گذارند، وقتی درآمدت بیشتر می شود، کم کم همان کار را بیشتر دوست خواهی داشت. چرا این اتفاق می افتد؟ نویسنده توضیح می دهد که انسان‌ها از 3 چیز لذت می برند: پیشرفت، احساس توانایی، دیده شدن. وقتی در کاری قوی شوی، مغزت احساس موفقیت می کند. همین احساس علاقه را عمیق‌تر می کند. یک مثال واقعی: دنیای ورزش. خیلی از قهرمانان بزرگ در کودکی عاشق تمرین‌های سخت نبودند، اما چون استعداد داشتن و پیشرفت کردن، کم کم عاشق همان مسیر شدند. سوال مهم: اگر امروز از یک کودک بپرسی دوست داری چه کار شوی، شاید بگوید فوتبالیست، خواننده، بازیگر یا غیره. اما آیا همه آنها در آن مسیر استعداد دارند؟ خیر. اینجاست که نویسنده میگوید بین رویا و توانایی باید تعادل برقرار کنی. فرمول طلایی فصل دوم. نویسنده یک فرمول ساده ارائه میدهد: استعداد به علاوه تلاش به علاوه زمان مساوی است با تخصص. وقتی متخصص شدی، پول هم معمولا دنبالت می آید. پول کجا ساخته می شود؟ به جای اینکه از خودت بپرسی چه چیزی را دوست دارم، بپرس در چه کاری می توانم جزو بهترین ها باشم. اگر بتوانی در یک مهارت جزو 10% برتر باشی، بازار خودش ارزش آن را تشخیص میدهد. اما یک هشدار: کاری را انجام بده که از آن متنفری. اگر بین چند مسیر قابل قبول انتخاب داری، مسیری را انتخاب کن که استعداد بیشتری در آن داری، امکان رشد بیشتری داری، بازار برای آن ارزش قائل است. داستان شخصی نویسنده اعتراف می کند که در جوانی بارها شکست خورد. چند کسب و کارش شکست خوردند. گاهی فکر می کرد مسیر اشتباهی را انتخاب کرده است، اما کم کم فهمید که بزرگترین دارایی‌اش توانایی تحلیل، آموزش و ساختن کسب و کار است. وقتی روی همان نقطه قوت تمرکز کرد، زندگیش تغییر کرد. جمله‌ای که ارزش قاب کردن دارد: دنیا به احساسات تو حقوق نمی‌دهد. دنیا برای مهارتی که مشکل دیگران را حل کند پول پرداخت می‌کند. وقتی این جمله را خواندم، فهمیدم چرا اسم کتاب معادله ثروت است. نویسنده نمی‌خواهد انگیزه بدهد، او می‌خواهد منطق ثروتمند شدن را توضیح دهد. خلاصه فصل دوم: فقط دنبال علاقه‌ات نباش، استعدادات را هم بشناس. مهارت می‌تواند علاقه را به وجود بیاورد. بازار برای حل مشکلات پول می‌دهد، نه صرفاً برای اشتیاق. اگر در کاری عالی شوی، درآمد و فرصت‌ها معمولاً به دنبال آن می‌آیند. فصل سوم: دشمن واقعی ثروت. چرا بعضی آدم‌ها سالی $1,000,000 درآمد دارند اما باز هم بدهکارند و بعضی دیگر با درآمدی معمولی بعد از چند سال به ثروت قابل توجهی می‌رسند؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: خویشتن‌داری. یک داستان واقعی. 2 دوست را تصور کن. هر دو در یک شرکت استخدام می‌شوند. هر دو تقریباً حقوق یکسانی دارند. بعد از 5 سال نفر اول ماشین لوکس خریده. آخرین مدل گوشی را دارد. هر تعطیلات سفر خارجی می‌رود. اما تقریباً هیچ پس‌اندازی ندارد. نفر دوم هنوز ماشین ساده‌ای دارد. هر ماه بخشی از درآمدش را سرمایه‌گذاری می‌کند. خرج‌هایش را کنترل می‌کند. 10 سال بعد نفر اول هنوز برای حقوق آخر ماه منتظر است، اما نفر دوم آرام آرام به استقلال مالی نزدیک شده است. ثروت مسابقه سرعت نیست. بیشتر مردم می‌خواهند یک شبه ثروتمند شوند، اما ثروت واقعی بیشتر شبیه کاشتن یک درخت است. روز اول چیزی نمی‌بینی، سال اول هم شاید تغییر زیادی نبینی، اما اگر هر روز به آن رسیدگی کنی، بعد از سالها به درختی تبدیل می شود که میوه می دهد. خطری به نام تورم سبک زندگی. فرض کن امروز حقوقت 2 برابر شود. اولین فکری که به ذهنت می رسد چیست؟ خانه بزرگتر، ماشین بهتر، لباس گرانتر، رستوران‌های لوکس‌تر. بیشتر مردم هر بار که درآمدشان بالا می رود، خرجشان را هم به همان اندازه بالا می برند. در نتیجه درآمد بیشتر می شود، اما ثروت نه. او این را تورم سبک زندگی می نامد. یک مثال تکان دهنده: فرض کن 2 نفر هر دو ماهی 50 میلیون تومان درآمد دارند. نفر اول هر ماه 49 میلیون خرج می کند. نفر دوم هر ماه 30 میلیون خرج می کند و بقیه را سرمایه گذاری می کند. بعد از 20 سال ممکن است نفر دوم چندین برابر نفر اول ثروت داشته باشد، نه به خاطر درآمد بیشتر، بلکه به خاطر رفتار متفاوت با پول. بزرگترین دروغ شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی به ما زندگی‌های لوکس را نشان می‌دهند. ماشین‌های گران قیمت،
خانه‌های بزرگ، ساعت‌های چند ده هزار دلاری، اما یک چیز را نشان نمی‌دهند: حساب بانکی. ممکن است کسی ظاهر فوق‌العاده ثروتمندی داشته باشد اما زیر بار بدهی باشد. به همین دلیل او هشدار می‌دهد که خودت را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکن. فرمول آرامش مالی: هدف فقط پولدار شدن نیست. هدف این است که پول اختیار زندگی را از تو نگیرد. اگر هر ماه تمام درآمدت صرف حفظ یک سبک زندگی پرهزینه شود، حتی با درآمد بالا هم احساس آزادی نخواهی کرد. یک جمله که ارزش طلا را دارد: ثروت آن چیزی نیست که خرج می‌کنی، ثروت آن چیزی است که نگه می‌داری و برای آینده‌ات کار می‌کند. این جمله تفاوت بین دارایی و مصرف را به زیبایی نشان می‌دهد. داستان یک دانه برف. ثروت مثل بهمن است. بهمن با یک کوه بزرگ شروع نمی‌شود، با یک دانه برف کوچک شروع می‌شود. بعد دانه دوم، سوم و هزارم. و ناگهان نیرویی ایجاد می‌شود که هیچکس جلوی آن را نمی‌تواند بگیرد. سرمایه گذاری و پس‌انداز منظم هم همینطور است. قدرتش در تداوم است، نه در یک حرکت بزرگ. پایان این فصل. ثروت نتیجه چند تصمیم بزرگ نیست، نتیجه صدها تصمیم کوچک و درست است که هر روز تکرار می‌کنی. نویسنده میگوید ثروت بیشتر از آن که یک اتفاق باشد، یک عادت است. خلاصه فصل سوم: درآمد بالا تضمین کننده ثروت نیست. خویشتن‌داری مهمتر از هیجان خرید است. تورم سبک زندگی دشمن پنهان ثروت است. ظاهر ثروتمند بودن با ثروتمند بودن فرق دارد. ثروت با تصمیم‌های کوچک و تکرار شونده ساخته می‌شود. فصل چهارم: ثروتمندترین شریک زندگی تو زمان است. اگر امروز به تو 1,000,000 دلار بدهم اما بگویم فقط 1 سال دیگر برای زندگی فرصت داری، قبول می‌کنی؟ احتمالاً نه. پس چرا حاضر نیستی زمانت را با هیچ پولی عوض کنی اما هر روز آن را رایگان هدر می‌دهی؟ بیشتر مردم ارزش زمان را فقط وقتی می‌فهمند که مقدار زیادی از آن را از دست داده‌اند. ثروت واقعی با پول شروع نمی‌شود. ما همیشه فکر می‌کنیم برای ثروتمند شدن باید پول زیادی داشته باشیم، اما نه. اول باید زمان داشته باشی. پول از دست برود می‌توانی دوباره به دستش بیاوری، اما 1 سال از عمرت که بگذرد دیگر هیچ بانکی آن را به تو برنمیگرداند. داستان دو برادر. نویسنده داستانی تعریف می‌کند. دو برادر را تصور کن. هر دو تصمیم گرفتند سرمایه گذاری کنند. برادر اول از 25 سالگی هر ماه مبلغ کمی کنار می‌گذارد. برادر دوم میگوید الان زوده، بعداً شروع میکنم. او 10 سال بعد با پول بیشتری سرمایه گذاری را آغاز میکند. جالب اینجاست با اینکه برادر دوم پول بیشتری وارد بازار کرده، در پایان مسیر ممکن است ثروتش کمتر باشد. چرا؟ چون برادر اول چیزی داشت که هیچ کس نمیتواند بخرد: 10 سال زمان بیشتر. سود مرکب، جادویی که آرام اتفاق میافتد. بیشتر مردم عاشق اتفاقات سریع هستند. همه دنبال یک سرمایه گذاری هستند که یک شبه پولشان را چند برابر کنند. اما ثروت واقعی معمولاً با یک جادوی آرام ساخته می شود. اسم این جادو سود مرکب. نویسنده مثال زیبایی می زند. تصور کن هر روز فقط یک دانه بذر بکاری. روز اول چیزی نمی بینی. ماه اول هم شاید خبری نباشد. اما سالها بعد همان بذرهای کوچک تبدیل به جنگلی می شوند که سایه‌اش تمام زندگیت را می پوشاند. چرا جوانها بزرگترین سرمایه را دارند؟ شاید فکر کنید جوانها چون پول کمی دارند شانس کمتری برای ثروتمند شدن دارند. اما نه، اشتباه می کنید. جوانها چیزی دارند که ثروتمندترین آدم دنیا هم نمی تواند بخرد: زمان. اگر جوانی با مبلغی کوچک اما منظم سرمایه گذاری کند، ممکن است در بلند مدت از کسی که دیرتر و با سرمایه بیشتر شروع کرده جلو بزند. دشمنی به نام بعداً. نویسنده میگوید خطرناکترین جمله مالی دنیا فقط یک کلمه است: بعداً پس‌انداز میکنم، بعداً سرمایه گذاری میکنم، بعداً یاد میگیرم. اما همین بعداً گاهی سالها طول میکشد و وقتی آدم برمیگردد میبیند بزرگترین فرصت زندگیش را از دست داده است. پول برای چه چیزی است؟ هدف پول فقط خرید خانه و ماشین نیست. هدف پول این است که زمان بخری. زمان برای بودن کنار خانواده، سفر، یاد گرفتن، سلامتی، انجام کاری که دوستش داری. اگر پول نتواند زمان بیشتری برای زندگی در اختیارت بگذارد، هنوز به هدف اصلی نرسیده ای. جمله‌ای که سکوت می آورد. بزرگترین سود سرمایه گذاری فقط افزایش پول نیست، افزایش آزادی است. این جمله ساده است، اما اگر خوب به آن فکر کنی میبینی تمام کتاب در همین یک جمله خلاصه شده است. داستان مرد 80 ساله.
از او پرسیدن اگر بتوانی فقط یک چیز را دوباره به دست بیاوری چه میخوای؟ همه فکر میکردند خواهد گفت پول بیشتر، خانه بزرگتر، شرکت‌های بیشتر، اما پیرمرد فقط گفت 10 سال از عمرم. همین پاسخ کافی بود تا نویسنده بفهمد در پایان زندگی تقریبا همه میفهمند که ارزشمندترین داراییشان پول نبوده بلکه زمان بوده است. پایان فصل. بهترین روز برای ساختن ثروت دیروز بود. دومین روز بهتر امروز است. او نمیگوید از فردا شروع کن، میگوید همین امروز حتی اگر قدمت کوچک باشد. خلاصه فصل 4. زمان با ارزشترین سرمایه انسان است. سود مرکب به نفع کسانی کار میکند که زودتر شروع میکنند. دشمن ثروت به تعویق انداختن تصمیم هاست. پول باید برای خریدن آزادی و زمان استفاده شود، نه فقط کالا. قدم های کوچک اما مداوم از تصمیم های بزرگ اما دیرهنگام ارزشمندترند. فصل 5. بزرگترین اشتباه سرمایه گذاران. نویسنده فصل را با یک داستان واقعی شروع می کند. سالها پیش در یک مهمانی کنار مدیر یک صندوق سرمایه گذاری بزرگ نشسته بود. همه دور او جمع شده بودند و یک سوال می پرسیدند: سال بعد روی چه چیزی سرمایه گذاری کنیم؟ یکی می گفت طلا میره بالا، دیگری می گفت سهام بخرم، یکی دیگر می پرسید بیت کوین آینده داره؟ مدیر صندوق لبخند زد، چند ثانیه سکوت کرد و گفت اگر واقعا میدانستم الان اینجا نبودم، روی یک جزیره استراحت میکردم. همه خندیدند، اما نویسنده میگوید این خنده تلخترین حقیقت بازارهای مالی بود. انسان عاشق پیشبینی است. مغز ما عاشق این است که فکر کند آینده را میداند. وقتی قیمت یک دارایی چند ماه بالا می رود با خودمان می گوییم پس همیشه بالا می رود. وقتی بازار سقوط می کند فکر می کنیم دیگر هیچ وقت درست نمی شود. اما بازار به احساسات ما اهمیتی نمی دهد. داستان مردی که همه چیز را فروخت. سالها پیش مردی تمام سرمایش را فروخت. چرا؟ چون مطمئن بود بازار سقوط بزرگی را در راه دارد. او منتظر ماند. 1 ماه، 6 ماه، 2 سال. اما آن سقوطی که انتظارش را داشت نیامد. در عوض بازار رشد کرد. او فقط یک چیز را از دست داد: زمان. بزرگترین ضرر سرمایه گذاران همیشه از سقوط بازار نیست، گاهی از بیرون ماندن از بازار است. یک مثال ساده: 2 نفر را فرض کن. نفر اول هر روز اخبار اقتصادی را دنبال می کند. هر هفته تصمیمش را عوض می کند. با هر خبر می ترسد یا هیجان زده می شود. نفر دوم یک برنامه بلند مدت دارد. دارایی‌هایش را متنوع کرده و اجازه می دهد زمان کار خودش را انجام دهد. 10 سال بعد خیلی جاها نفر دوم نتیجه بهتری می گیرد. نه چون باهوشتر است، بلکه چون کمتر اسیر احساسات شده است. دشمن واقعی بازار. خیلی ها فکر می کنند دشمنشان تورم است یا رکود اقتصادی یا بحران، اما دشمن شماره 1 سرمایه گذار اغلب خودش است. ترس، طمع، عجله. همین 3 احساس میلیون ها نفر را وادار می کند که دقیقاً در بدترین زمان ممکن تصمیم بگیرند. داستان قایق. فرض کن در یک قایق وسط دریا هستی. امواج می آیند. قایق بالا و پایین می رود. اگر هر بار که موج آمد بپری داخل آب، احتمال غرق شدنت بیشتر می شود. اما اگر آرام بمانی و اجازه بدهی قایق مسیرش را ادامه بدهد، به ساحل می رسی. بازار هم همینطور است. نوسان بخشی از سفر است، نه نشانه پایان آن. راز ثروتمندان. افراد ثروتمند همیشه سرمایه‌گذاری‌های خارق‌العاده انجام نمی‌دهند. آنها بیشتر از دیگران اشتباهات بزرگ را انجام نمی‌دهند. گاهی موفقیت نتیجه کارهای عجیب نیست، نتیجه دوری از اشتباهات تکراری است. جمله‌ای که باید قاب گرفت: ثروت بیشتر از آن که با پیشبینی آینده ساخته شود، با دوام آوردن در طول زمان ساخته می شود. وقتی این جمله را خواندم فهمیدم چرا سرمایه گذاری یک مسابقه صبر است، نه سرعت. پایان فصل. اگر کسی قول داد که راهی بدون ریسک برای ثروتمند شدن میشناسد، اول از همه از او فاصله بگیر، چون در دنیای واقعی هر بازدهی بهایی دارد و آن بها معمولا ریسک، صبر و انضباط است. خلاصه فصل 5. هیچکس آینده بازار را با قطعیت نمی‌داند. تصمیم‌های احساسی بزرگترین دشمن سرمایه‌گذار هستند. تنوع سرمایه‌گذاری سپر محافظ توست. زمان از پیشبینی دقیق مهمتر است. موفق‌ترین سرمایه‌گذاران کسانی هستند که کمتر اشتباهات بزرگ مرتکب می‌شوند. فصل 6. پولت را کجا بگذاری؟ اگر کسی ادعا می‌کند سرمایه‌گذاری بدون ریسک پیدا کرده، احتمال زیادی وجود دارد که خودش ریسک اصلی باشد.
همین یک جمله کافی است تا بدانی قرار نیست نسخه های جادویی تحویلت بدهد. رویای همیشگی انسان. از هزاران سال پیش تا امروز انسان‌ها همیشه دنبال یک چیز بودند، راهی برای پولدار شدن بدون دردسر. دیروز کیمیاگران می‌خواستند فلز را به طلا تبدیل کنند. امروز بعضی‌ها وعده می‌دهند در یک ماه سرمایه‌ات را 10 برابر کن. این فرصت فقط تا امشب است. همه دارایی‌ات را روی این پروژه بگذار. اما تاریخ نشان داده هر وقت چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد باید بیشتر احتیاط کرد. داستان مرد ماهیگیر. دو مرد کنار رودخانه ایستاده بودند. یکی هر روز ساعتها دنبال بزرگترین ماهی میگشت. گاهی یک ماهی بزرگ میگرفت، اما بیشتر روزها دست خالی برمیگشت. نفر دوم هر روز ماهی‌های معمولی میگرفت. کم کم تجربه پیدا کرد، ابزارهای بهتری خرید و سالها بعد درآمدش از نفر اول بیشتر شد. سرمایه گذاری هم همین است. بیشتر مردم دنبال یک ماهی غول‌پیکر هستند، اما ثروت واقعی معمولاً از صدها تصمیم خوب و معمولی ساخته می شود. چرا همه دنبال میانبر هستند؟ چون مغز انسان عاشق هیجان است. اگر کسی به تو بگوید در 20 سال آینده سرمایه‌ات آرام آرام رشد می کند، هیجان زده نمی شوی. اما اگر بگوید تا هفته بعد پولت 3 برابر می شود، ناگهان توجهت جلب می شود. همین جاست که بسیاری از اشتباهات مالی شروع می شوند. یک سوال عجیب: اگر مجبور باشی یکی را انتخاب کنی، الف سود فوق‌العاده اما با احتمال شکست زیاد، ب سود معمولی اما با احتمال موفقیت بالا. بیشتر جوانها گزینه اول را انتخاب می کنند، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران موفق گزینه دوم را ترجیح می دهند. چرا؟ چون آنها فهمیدند دوام آوردن مهمتر از یک برد بزرگ است. قانون باغبان. این قسمت یکی از زیباترین مثالهای کتاب است. یک باغبان هر روز درختش را از خاک بیرون نمی آورد تا ببیند ریشه چقدر رشد کرده است. او فقط آب می دهد، مراقبت می کند، صبر می کند. سرمایه گذاری هم همین است. اگر هر روز با ترس و هیجان تصمیم بگیری، ممکن است به ریشه های خودت آسیب بزنی. ثروتمندها چه کاری می کنند؟ خیلی ها فکر می کنند افراد ثروتمند همیشه معامله های عجیب و خارق العاده انجام می دهند. در بسیاری از موارد آنها فقط سالهای بیشتری در بازار مانده‌اند، نه اینکه همیشه باهوش‌تر بوده باشند. خطری به نام غرور. فرض کن 3 سرمایه‌گذاری پشت سر هم موفق انجام داده‌ای. کم کم با خودت میگویی من نابغه بازارم. اینجاست که بازار معمولاً اولین درسش را به تو میدهد. بازار غرور را خیلی گران مجازات میکند. ثروت مثل ساختن یک خانه است. اگر بخوای یک خانه محکم بسازی، اول پی را درست میسازی، بعد دیوارها، بعد سقف. هیچ کس از سقف شروع نمی کند. ثروت هم همینطور است. اول درآمد پایدار، بعد پسنداز، بعد سرمایه گذاری و در نهایت رشد آرام و مداوم. کسانی که از آخر شروع می کنند معمولا زودتر فرو می ریزند. جمله‌ای که باید نوشت و جلوی میز کار چسباند: ثروت پاداش کسانی نیست که سریع ترین هستند. پاداش کسانی است که بیشترین مدت بازی را ادامه می دهند. داستان. نویسنده از پیرمردی حرف میزند که از او پرسیدند راز ثروتمند شدنت چیست؟ همه منتظر بودند اسم یک معامله بزرگ را بشنوند، اما پیرمرد فقط لبخند زد و گفت من فقط هیچ وقت عجله نکردم. همین. نه فرمول جادویی، نه راز مخفی، فقط سالها تصمیم‌های منطقی. خلاصه فصل ششم: به وعده ها با سودهای عجیب شک کن. ثروت معمولاً آرام ساخته می شود. ماندن در مسیر مهمتر از بردهای بزرگ است. غرور دشمن سرمایه گذار است. صبر یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های مالی است. فصل هفتم: ثروتی که در حساب بانکی دیده نمی شود. اگر امروز 100 میلیون دلار داشته باشی، اما هیچ دوستی نداشته باشی، هیچ کس منتظرت نباشد و هیچ کس دلتنگت نشود، آیا واقعا ثروتمندی؟ چند لحظه سکوت. بیشتر مردم برای ساختن ثروت همان چیزهایی را از دست میدهند که قرار بود ثروت از آنها محافظت کند. وقتی این جمله را میخوانی احساس میکنی کسی آینه را جلوی صورتت گرفته است. داستان مردی که همه آرزویش را داشتند. نویسنده از یکی از مدیران بسیار موفق آمریکا تعریف میکند. او جت شخصی داشت، چندین خانه لوکس داشت، شرکتش میلیاردها دلار ارزش داشت. اما یک شب وقتی با شام خوردم فهمیدم مرد حتی شماره تلفن کسی را ندارد که نیمه شب بتواند به او زنگ بزند. نه دوستی، نه خانواده‌ای نزدیکی، نه کسی که بدون منفعت دوستش داشته باشد. آن شب فهمیدم فقر فقط نداشتن پول نیست. اشتباهی که آرام اتفاق میافتد. خیلی‌ها با خودشان میگویند فقط چند سال سخت کار میکنم، بعد زندگی میکنم.
اما آن چند سال می شود 10 سال، 20 سال و ناگهان متوجه می شوند فرزندشان بزرگ شده است. پدر و مادرشان پیر شدند، دوستانشان از زندگیشان رفتند و زمانی که قرار بود بعداً زندگی کنند تمام شده است. ثروت یعنی حق انتخاب. هدف پول این نیست که از دیگران بهتر به نظر برسی. هدفش این است که بتوانی انتخاب کنی که امروز کنار فرزندت باشی، به مادرت سر بزنی، یک سفر بروی، یک کتاب بخوانی یا حتی یک روز کامل هیچ کاری نکنی. اگر پول این آزادی را از تو بگیرد دیگر ابزار تو نیست، تو ابزار پول شده ای. داستان ساعت. دو مرد وارد یک فروشگاه ساعت شدند. اولی گرانترین ساعت را خرید، دومی هیچ ساعتی نخرید. فروشنده با تعجب پرسید چرا؟ مرد دوم گفت من آمده بودم زمان بخرم نه ساعت. نویسنده میگوید بیشتر مردم ساعت میخرند اما زمانشان را میفروشند. مهمترین سرمایه گذاری زندگی. اگر قرار باشد فقط روی یک چیز سرمایه گذاری کنی، من میگویم روی رابطه هایت، دوست های واقعی، خانواده، سلامتی، اعتماد مردم و غیره سرمایه گذاری کن، چون روزی میرسد که پول نمیتواند آنها را بخرد. جمله‌ای که قلب آدم را تکان میدهد. در پایان زندگی هیچ کس آرزو نمی کند که ای کاش یک جلسه کاری دیگر هم برگزار کرده بود، اما خیلی ها آرزو می کنند ای کاش بیشتر کنار خانواده بودند، ای کاش بیشتر سفر می رفتند، ای کاش کمتر نگران پول بودند. یک تصویر فراموش نشدنی. تصور کن 80 ساله شده ای، روی صندلی نشسته ای، به گذشته نگاه می کنی. آن لحظه به آخرین گوشی که خریدی فکر می کنی؟ به مدل ماشینت؟ به برند لباست؟ احتمالاً نه. به آدم‌هایی فکر می‌کنی که دوستشان داشتی، به لحظه‌هایی که خندیدی، به روزهایی که زندگی کردی، نه فقط کار. پایان فصل. ثروت واقعی توانایی خریدن چیزهای بیشتر نیست، توانایی ساختن زندگی است که دلت نخواهد از آن فرار کنی. وقتی این جمله را خواندم چند دقیقه فقط به سقف نگاه کردم، چون فهمیدم تمام کتاب آرام آرام ما را به همین نقطه رسانده بود. خلاصه فصل هفتم. پول باید کیفیت زندگی را بهتر کند، نه اینکه جای زندگی را بگیرد. روابط خوب با ارزش‌ترین دارایی انسان هستند. زمانی را که با عزیزانت می‌گذرانی بازگشت‌پذیر نیستند. ثروت واقعی یعنی آزادی برای زندگی کردن. موفقیت اگر آرامش را از تو بگیرد بهای بسیار سنگینی دارد. فصل هشتم. معادله نهایی ثروت. اگر امروز تمام پولت را از دست بدهی اما دانشی را که امروز داری حفظ کنی، آیا دوباره میتوانی ثروتمند شوی؟ کتاب چند ثانیه سکوت میکند. اگر جوابت بله است یعنی ثروت واقعی را پیدا کرده ای. بزرگترین سوء تفاهم دنیا. ثروت یعنی عدد حساب بانکی، اما نه، حساب بانکی فقط نتیجه است، علت چیز دیگری است. دو نفر را فرض کن. یکی امروز 10 میلیارد تومان دارد اما هیچ مهارتی ندارد، هیچ انضباطی ندارد، هیچ برنامه‌ای ندارد. نفر دوم امروز پول زیادی ندارد اما بلد است ارزش خلق کند، بلد است یاد بگیرد، بلد است صبر کند، بلد است تصمیم درست بگیرد. اگر زمان بگذرد احتمال زیادی وجود دارد که نفر دوم از اولی جلو بزند، چون ثروت قبل از اینکه در حساب بانکی ساخته شود در ذهن ساخته می شود. داستان پیرمرد نجار. نجاری بود که 40 سال خانه ساخت. وقتی بازنشسته شد رئیسش گفت فقط یک خانه دیگر بساز. نجار خسته بود، گفت باشد، اما این بار از مساله ارزان استفاده کرد، کمکاری کرد، بی‌حوصله کار کرد، خانه را تمام کرد، کلید را تحویل داد. رئیس لبخند زد و گفت این خانه هدیه بازنشستگی توست. نجار خشکش زد. اگر میدانست این خانه برای خودش است تمام وجودش را برای ساختنش میگذاشت. همه ما هر روز در حال ساختن خانه‌ای هستیم که قرار است خودمان در آن زندگی کنیم. کار امروزت، عادت امروزت، تصمیم امروزت، همه آجرهای همان خانه هستند. فرمول واقعی ثروت. نویسنده میگوید ثروت حاصل کنار هم قرار گرفتن 4 نیرو است. تمرکز. کاری را پیدا کن که بتوانی در آن عالی شوی. انضباط. یاد بگیر امروز برای فردای بهتر از بعضی خواسته‌ها بگذری. زمان. زود شروع کن، صبور باش، اجازه بده زمان شریک زندگیت شود. تنوع. همه امیدت را به یک مسیر، یک سرمایه با یک تصمیم گره نزن. وقتی این 4 عنصر کنار هم قرار بگیرند به تدریج چیزی ساخته می شود که اسمش ثروت است. فرض کن 80 ساله شده ای، 90 کنارت نشسته، از تو فقط یک سوال می پرسد: پدر بزرگ،
راز موفقیتت چه بود؟ آیا جوابت این خواهد بود ماشین گران خریدم، خانه بزرگ ساختم، یا خواهی گفت هر روز کمی بهتر شدم، هر روز چیزی یاد گرفتم، هر روز آینده‌ام را ساختم؟ یک جمله طلایی: ثروت مقصد نیست، نتیجه هزاران تصمیم کوچک و درست است که در روزهایی گرفته می شوند که هیچ کس تو را تشویق نمی کند. ثروت مقصد نیست، نتیجه هزاران تصمیم کوچک و درست است که در روزهایی گرفته می شوند که هیچ کس تو را تشویق نمی کند. خلاصه تا این فصل: ثروت آزادی است، علاقه کافی نیست، مهارت بساز، انضباط از درآمد مهمتر است، زمان بزرگترین سرمایه گذار دنیاست، احساسات دشمن سرمایه گذاری هستند، ثروت آرام ساخته می شود، روابط بخشی از ثروت واقعی است و در نهایت ثروت واقعی قبل از اینکه در کیف پول ساخته شود در شخصیتت ساخته می شود. فصل نهم: روزی که همه چیز به هم وصل می شود. تصور کن 2 نفر هر دو 30 ساله هستند. نفر اول تمام کتاب‌های موفقیت را خوانده است. نفر دوم فقط چند اصل ساده را فهمیده و 10 سال به آنها عمل کرده است. به نظر تو کدام یک ثروتمند خواهند شد؟ دانستن تو را ثروتمند نمی کند، این عمل کردن است که تو را ثروتمند می کند. 4 سوال که باید از خودت بپرسی: آیا هنوز روی مهارتی کار می کنم که ارزشش در آینده بیشتر شود؟ آیا درآمدم را فقط خرج می کنم یا بخشی از آن برای آینده‌ام کار می کند؟ آیا تصمیم‌های مالیم از روی منطق است یا هیجان؟ آیا پولم در خدمت زندگی من است یا زندگیم در خدمت پول؟ موفقیت واقعی زمانی است که هم بتوانی ثروت بسازی، هم بتوانی از آن لذت ببری. اگر تمام عمر فقط مشغول جمع کردن پول باشی و هیچ وقت فرصت زندگی کردن پیدا نکنی، بخشی از معادله را از دست داده ای. فصل دهم: جمع‌بندی الهام گرفته از کتاب. اگر فقط یک چیز از این کتاب یادت بماند این باشد: ثروت نتیجه تصمیم‌های بزرگ نیست، نتیجه عادت‌های کوچک و تکراری است. نویسنده از تو نمی‌خواهد نابغه اقتصادی باشی، نمی‌گوید بازار را پیش بینی کن، نمی‌گوید همیشه بهترین سرمایه گذاری را پیدا کن، فقط می‌گوید هر روز چیزی را یاد بگیر، هر ماه بخشی از درآمدت را برای آینده کنار بگذار، مهارتت را قوی‌تر کن، از مقایسه خودت با دیگران دست بردار و به زمان اجازه بده کارش را انجام دهد. بزرگترین مزیت انسان‌های موفق سرعتشان نیست، این است که وقتی دیگران خسته می‌شوند آنها هنوز در حال حرکتند.